شاید براتون جالب باشه که چرا ولنتاین اعدام شد. تو قرن سوم پادشاه ظالمی به نام کلادیوس بوده. جنگ میشه و این پادشاه به مردها دستور میده به جنگ برن. مردها هم میگن ما زن و بچه داریم و نمیتونیم به جنگ بریم. باید مراقب خانواده‌مون باشیم. کلادیوس هم میگه پس پسرای مجرد باید به جنگ برن. اونا هم میگن ما معشوقه داریم باید بمونیم و تشکیل خانواده بدیم. کلادیوس هم میگه حالا که مردم به خاطر عشق و خانواده به جنگ نمیرن، پس از الان به بعد عشق ممنوع. اون زمان کشیشی توی کلیسا بوده به نام ولنتاین که به عشاق میگه شما یواشکی به کلیسا بیاین، من شما رو به عقد هم در میارم. مدتها ولنتاین به عشاق کمک میکنه تا اینکه یه روز کلادیوس میفهمه و ولنتاین رو زندانی میکنه. توی زندان ولنتاین عاشق دختر زندانبان میشه و تا مدتها ولنتاین و دختر زندانبان برای هم نامه مینوشتن. در نهایت پادشاه میفهمه و دستور اعدام ولنتاین رو میده. 14 فوریه یا 25 بهمن روزیه که ولنتاین اعدام میشه و چون اون زمان ولنتاین تنها کسی بود که برای عشق برمیخیزه، این روز رو به افتخارش نامگذاری کردند.